ببینید این تعبیر روایات ماست که امام زمان و انی لامان لاهل الارض، من برای اهل زمین امانم. چطور خدا تو قرآن میفرماید پیغمبر تا تو در بین مردمی ما عذاب نمی کنیم مردم رو، ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. خیلی عجیبه این آیه. حضرت امیر در نهج البلاغه هم به این استناد کردن. تا دو چیز تو جامعه هست عذاب نیست، یکی پیامبر و یکی استغفار. خب حالا امام زمان ارواحنا فدا هم در بین ما زمینه امنیت جامعه است. چطور این نیروی جاذبه ما رو زمین نگه داشته؟ چطور این زمین الان استقرار داره؟ یه لحظه وقتی زلزله میشه متوجه میشیم امنیت زمین یعنی چی. ما اعتقادمون است اگر امام روی زمین نباشه زمین استقرار نداره. لولا الحجه لساخت الارض باهلها. و حواسمون به این مهربانی امام زمان و به این جنبه محبت امام زمان باشه. به همین جهت عزیزانی که گرفتار میشید، گاهی حاجت خودتون روی کاغذی بنویسید، روی آب روان بیاندازید، هر کجا باشه فرق نمیکنه. حالا هم با نوشتن انسان یه مقداری آرام میشه، هم گاهی اوقات حرفا رو به زبان نمیشه آورد، باید نوشت. نه، استغاثه کنید به امام زمان. استغاثه یعنی یه گوشه خلوتی پیدا کنید، با آقاتون حرف بزنید. یبن الحسن، ما شما رو دوست داریم، شما امام مایید. خب تقدیر ما رو از شما جدا کرد، غیبت شما تقصیر ماست. اگر شما محجوب شدی اعمال ما باعث شده. حالا من این گرفتاری رو دارم. آقا بچه وقتی گرفتار میشه پیش پدرش نمیره، بچه وقتی گرفتار میشه پیش مادرش نمیره. امام رضا فرمود امام به منزله پدر و مادر برای شما. برید راحت حرف بزنید. حتما هم لازم نیست این بعضی از دعاهای سخت رو بخوانید. بخوانیم خوبه، ولی راحت. استغاثه به امام زمان، گفتگوی با امام زمان، اون رابطه فرزند و پدری و فرزند و مادری رو برای ما ایجاد میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.